тамошобинон азизи телевизиони симои шаҳри Панҷакент, ассалому алайкум. Бо қарори Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола 8 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии муҳоҷират таҷлил карда мешавад. Ба ҳамин муносибат мо ҳоло суҳбат дорем бо 2 нафар кормандони хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Панҷакент. Инҳо Боқумов Ашур Маҳмад, мутахассиси пешбари шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Панҷакент ва Аҳтамқулзода Марворӣ, мутахассиси шӯъба ҳастанд. меҳмонони азиз ба ин студия хуш омадед ва нухуст мехостем фаҳмем ки дар бораи таърихи таҷлил шудани рӯзи умумиҷаҳонии муҳоҷират шумо чӣ андеша доред? Марҳамат устод шумо. ҳамасола 18 декабр рӯзи умумиҷаҳонии муҳоҷират ҷашн гирифта мешавад. аз соли 2009 бо қарори Созмони Милали Муттаҳид ин санаи фархунда ҷашн гирифта мешавад. خیلی که با ما شما معلوم است مهاجرت این روند است و همه ساله از تمام شهر و دیهات پنجکین و اینچنین از تمام جمهوری تاجیکستان و دیگر دولت‌های خارجی برای مهاجرت ملتی سفر می‌کنند. تشکر. ما می‌خواستیم فهمیم که امروز از شهر دیهات پنجکین چه مقدار مهاجران در خارج کشور هستند؟ در سال 2020 از شهر و جماعت دیهاتی شهر پنجکین موافق معلومات عمری همگی 14617 نفر در مهاجرت ملتی قرار دارند. از این مقدار بیشتر در کدام دولت‌ها جایگیر شدند؟ اساساً شماره مهاجران ملتی در شهرهای رسمی میباشند که این شماره 14164 نفر را تشکیل می‌دهد. و باقی مانده در دولت‌های قرقیزستان، قزاقستان، اوکراین و دولت‌های خارجی دور اینچنین در دولت‌های اتحادی دولت‌های مستقل قرار دارند. البته در ردیف آنهایی که از سال مرتب به مهاجرت رفتند بانوان هم هستند. من می‌خواستم به این سوال احتم‌خورزاده مرواری پاسخ دهم. مرحبا. از روی معلومات عمری در سال 2020 در جماعت محله‌ها و شهر دیهاتی پنجکین 1279 نفر زنان به مهاجرت سفر کردند. از نظر به سال گذشته یعنی که سال 2019 این کم به نظر میرسد، یعنی که 369 نفر کم به نظر میرسند مهاجرت در بین زنان. مهاجر قبل از سفر چرا باید داند؟ کدام طلبات‌ها برای او پیشنهاد می‌کنید؟ مهاجر پیش از سفر باید چی را داند؟ به این سوال چنین جواب میگم که به همین مهاجران پیش از همه مراجعت و دعوت به عمل می‌آوریم که پیش از سفر کردن آمده در شعبه‌های خدمات مهاجرت از جمله شعبه خدمات مهاجرت که در شهر پنجکین در مجمع کاخ به نام استاد نویخ شیرالی در آشیانه سیم در حجره 307 جایگیر است. آمده باید با قانون‌گذاری دیگر دولت‌هایی که آنجا سفر می‌کنند از اینجا برخوردار شوند و مصلحت‌ها گیرند، پس از آن به سفر بروند. البته باید که زبان هم دولتی که در آن می‌تواند. پیش از همه آنها باید دانستن زبان همون دولت، قانون‌های آن دولت رو دانند که وقتی که با آنجا سفر می‌کنند و آنجا قرار بگیرند باید از این قانون‌ها برخوردار باشند. یک سوال دیگر اینجا به میان میاد. البته سوال‌های آخر کم باشد هم هستند جوانانی که با استفاده از مهاجرت مهنتی با حزب و حرکت‌های افراط‌گرا شامل میشن. شما در این باره چی اندیشه دارید؟ البته هستند جوانانی که در مهاجرت مهنتی به هر گونه حزب و حرکت‌های افراط‌گرا شامل میشوند. پیش از همه این ندانستن زبان، ندانستن قانون آن دولت و همچنین فریفته گشتن با گپ‌های دروغ همون حزب و حرکت‌ها میباشد که آنها از ندانستن حقوق‌های خود با گپ‌های از سبیل دانش کافی نداشتن فریفته دام دروغی آنها میگردند و در نتیجه به این گروه‌ها شامل میشوند که البته شامل شدن به گروه‌های اکستریمیستی تروریستی عاقبت خوب ندارد و ما با همه جوانان و همه شهروندانی که در خارج در مهاجرت مهنتی هستند دعوت به عمل می‌آوریم که با هر گونه
حزب و حرکت‌ها شامل نشوند، وطن دوست باشند، تاجیکستان خود را دوست دارند و فراموش نکنند که آنها را در اینجا زن و فرزندها انتظار هستند. حادثه‌ای در روسیه زن دوم گرفتن بعضی جوانان و بدتر از آن بعدا توسط تلفن طلاق دادن زن یکم کم باشد هم به نظر میرسد. من میخواستم که برای این سوال احتمال‌زاده مروالی پاسخ دهنده سبب‌های این مهاجرت طولانی میباشد. با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول گردید و از همه پدر و مادران ما خواهش می‌نماییم که در تعلیم و تربیت فرزندشان مسئولیت‌ناک باشند، اهمیت جدی دهند برای اینکه فرزندان آینده نسل نورس آینده دولت می باشد و سببی در راه دور و زن دوم گرفتن این هم مهاجرت طولانی می باشد. از همه مهاجرانی که به مهاجرت سفر می کنند و دولت‌های گوناگون سفر می کنند خواهش می نماییم که وقتی که به مهاجرت می روند در طول 6-8 ماه این دیرش نکمتر از 1 سال می باشد. وقتی که آنها به مهاجرت می روند طریق تلفن از احوال فرزندانشان همه روزه باخبر شوند تا که فرزندانشان از پدر یا مادر خود مثل دوری را حس نکنند یا که وقتی که مهاجرانی که به مهاجرت طولانی می روند فرزندان آنها به از تربیه دور می شوند، از مهدی پدر یا مادر دور می شوند و آنها به هر گونه کارهای ناشایان یعنی که ناشایسته دست می زنند، به هر گونه حزب‌ها و حرکت‌ها شامل می شوند و این باعثی بدبختی جامعه می گردد. اویله ویران می شوند و یکی از سبب‌های دیگری که مهاجرتی طولانی می باشد یعنی که مهاجرت دورمدراز 2 سال 3 سال می روند، این باعثی هم از تربیت دور ماندن فرزند می باشد و هم باعثی ویران شدن عائله ها می گردد. یک عباره است امروز در مهاجرت، این عباره دپارتاسیون یعنی خارج کردن شهروند از همون دولت. همین کدام عامل ها سبب میشن که شهروند از جمله شهروندان فرض کنید تاجیکستان از خارج کشور دپارتاسیون شوند یعنی بیرون کرده شوند. البته چون که خیلی بودیم این پیش از همه ندانستن قانون همون دولت و اینچنین ندانستن زبان همون دولت میباشد و اینچنین حجت خود را که در وقت ضروری به قید نمیگذارند و به قاعده قانونی همون دولت که در اونجا اقامت میکنند رعایت نمیکنند، البته آنها را از اون دولت بیرون دپارتاسیون میکنند. یعنی باید هر یک شهروند هر یک مهاجر باید مسئولیت خیلی زیاد احساس کند نسبت مهاجرت. یعنی برای آنکه اون مهاجری که در خارج کشور است اینجا گفتن پدرش، مادرش، اینجا فرزندش، زوجه‌اش انتظار است که باید از اونجا به اینا یک کمک مولوی میرساند. برای همین هم باید که مسئولیت مهاجر در سطح خیلی بلند باشد. من چون گفتم این روز بین‌المللی مهاجرت است. علاقه با همین موضوع با مردم شهر دادپنجکن خاصه با مهاجران چی گفتنی دارید؟ هم شما هم معلمان. طبق قرار حکومتی جمهوری تاجیکستان شعبه خدمات مهاجرت در شهر پنجکن از 14 یونیو سال 2014 فعالیت نمود ایستاده است و ما در این روزی بین‌المللی مهاجران پیش از همه با مهاجرانی که در شهرهای دیگر قرار دارند در شخصیت آنها با اولی آنها از نام سردار شعبه خدمات مهاجرت از نام تمام کارمندان مهاجرت پیش از همه سلامتی بردوام را می‌خواهیم. خواهان آن هستیم که در دولت‌هایی که آنها قرار دارند البته یاد کنند که در اینجا زن و فرزندها آنها را انتظارند و برای گلبن شکوفی تاجیکستان عزیز ما خواهش میکنیم که سهم خود را بگذارند. من چخیل که به نزدیکی در ماه سپتامبر 5500 سالگی سران باستان رو با تشبوسی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان جشن گرفته شد و با این تشبوسی فرزند نکونام چقدر کارخانه ها در شهر دیوت پنجکن به کار شروع کردند
البته آنها میتوانند در اینجا نیز آمده کار کنند و رزق روزی خود را یافته روز گذرانند. باید گفت که با ابتکار اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشروی معظم ولایت محترم امام علی رحمان در شهر پنجگین کارخانه‌های خود بزرگ فعالیت نموده ایستادند. از تمام زنهای خانه‌نشین خواهش می‌نمایم که سطح مهاجرشوی را کم نموده در همین کارخانه آمده کار فعالیت نمایند. از زنها دعوت به عمل می‌آوریم که آمده در این کارخانه‌ها کار و فعالیت کنند و مهاجرت را کم نمایند. تشکر. تماشاگران عزیز یادآور می‌شوم که ما صحبت داشتیم با کارمندان شعبه خدمات مهاجر شهر پنجگین که آن تابع وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری اسلامی میباشد. اینها مقام فشار محمد متخصص پیشبری شعبه خدمات مهاجرت در شهر پنجگین و همچنین احتم خالزاده مروارید متخصص همین شعبه برای اشتراک در این صحبت جان تشکر. البته رقم‌های تلفن ما 92 633 49 11 و 93 374 69 99 میباشد. میتوانند طریق تلفنی هم مراجعه نموده به سوالای خود جواب بدهند.